چالش 75 روز تمرین تتو روز اول. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اولین جلسه 75 روز تمرین تتو. من لوازمی که صرفا برای تمرین روی پوست مصنوعی نیاز دارین و امروز بهتون میگم. روی پوست طبیعی یه سری لوازم دیگه هم میخواین. شما اول کار باید حتما دستکشتون رو دستتون بکنین. امیدوارم که این جلسات رو دوست داشته باشین و ازش نتیجه بگیرین و حتما نظراتتون رو بهم بگین که دوست دارین چه چیزایی رو داشته باشیم. من از لاین زدن در جلسه بعدی شروع میکنم و سعی میکنم که متدها رو دونه دونه بهتون بگم و با همدیگه تتوهای باحالی بزنیم. بچه‌ها، کرم حین کار و پاک کننده ما روی پوست مصنوعی وازلین هستش. روی پوست طبیعی به هیچ عنوان از وازلین استفاده نمی‌کنیم، ما به هیچ عنوان. فقط روی پوست مصنوعی استفاده می‌کنیم. پوست مصنوعیمون رو که وقتی باز کردیم روش کلی چیزای زرد داره. باید حتما 2 دور تمیزش بکنیم. نگاه کنین توی ویدیو. باید حتما تمیز بشه که انتقال طرح و اجرای خوبی روی پوست مصنوعیمون داشته باشیم. و اینکه همیشه قبل از اینکه کارتون رو شروع بکنین پوست مصنوعیتون رو تمیز بکنین و یه تمیز بذارینش که آثار هنریتون خراب نشه. بچه‌ها ببینین، تاکید کردم روی اینکه پوست مصنوعی باید حتما تمیز بشه، تمیز و خشک باشه وقتی که میخواین کارتون رو شروع بکنین و چربی هم از روش برداشته شده باشه. یکم دیگه در مورد دستکش صحبت کنیم. مثلا من سایز مناسب دستم مدیوم، دستکش لاتکس استفاده میکنم. بچه‌ها بدون دستکش اصلا کار نکنین. چرا؟ چون که آلودگی این ور اون ور میشه، دستاتون کثیف میشه و اگر روی پوست طبیعی باشه ممکنه که آلودگی به بدن شخص منتقل شه. میریم سراغ جوهر. بچه‌ها، جوهر پنترالاینر یه جوهریه که اگه توی این ابعاد بگیرین از نظر هزینه‌ای خیلی خوب براتون در میاد و برای تتو روی بدن و تتو روی پوست مصنوعی مناسبه، چون پیگمنت های ریزی داره و کاشتش راحت تره. همونطور که میدونیم پوست مصنوعی نسبت به پوست طبیعی یه مقداری ضخیم تره و کاش روش سخت تره. پس این جوهر پنترالاینر میتونه کمک بکنه که ما بتونیم متدایی که میخوایم رو راحت اجرا بکنیم. برای کاری پر کردنیتون میتونین از جوهره تیربال بلک استفاده بکنین. این برند استار برایته که من خواستم سایزهای مختلفش رو بهتون نشون بدم. میتونین 15 میلش رو بگیرین یا مثل همین ویدیو 30 میلش رو بگیرین. اوتلاینر هم داره و تیربال بلکش هم خیلی مشکیه و پیشنهاد میکنم بهتون. خب جوهره رنگی بچه‌ها رو دست کراسکا الان نیست تو ایران، یعنی اصلا انقدر کاش رنگ فوق‌العاده‌ای داره. بهتون پیشنهاد میکنم برای کارهای بدن، برای کارهای پوست مصنوعی حتما ازش استفاده بکنید. اینی که میبینین توی دست من سولوشن هستش برای رقیق کردن جوهر. توی سبک‌های مختلف استفاده میشه و حتما اورجینالش رو تهیه بکنین، خیلی به کارتون میاد. خب میرسیم به مایع استنسیل یا همون مایع انتقال. شما اینجا برند الکتروم رو میبینین و برند بالم تتو. حتما اورجینالش رو تهیه بکنین که انتقال طرح خوبی داشته باشین و طرحتون بمونه روی پوست مصنوعی. و اینکه یه دونه کاغذ استنسیل هم نیاز دارین که من یادم رفت توی ویدیو بهتون نشون بدم. خب میریم سراغ سوزن. بچه اینو سوزنه استاندارد یا سوزنه معمولی هن که دیگه کلا منسوخ شدن و فقط اینجاست که من بهتون نشون بدم. همونطور که میبینی اینا حتی اکسپایر شدن، خیلی ضخیمن، کاش رنگ خوبی ندارن. میبینین این 2016 اکسپایر شده و بهتون نشون دادم که ببینین چیه و کلا دیگه نخرین. ما از سوزنه کارتریج دیگه استفاده میکنیم حین کار برای تتو. خب میریم سراغ معرفی سوزنه کارتریج. بچه‌ها ارزون ترین سوزنی که میتونید تو بازار ببینید سوزن مشاپه که آلیاژ فوق العاده بی کیفیتی داره و قیمت پایینی هم داره. لطفاً به هیچ عنوان مشاپ نخرین، چون حتی روی پوست مصنوعی هم کوالیتی که میخوایم برای اجرا رو بهتون نمیده. آلیاژش خیلی بی کیفیته و وسط کار کند میشه، خیلی دمیج میده، حتی به پوست مصنوعی هم دمیج میده. پس لطفا اینو نخرین. پوست طبیعی هم اصلا ازش استفاده نکنین، بذارینش کنار کلا سوزن مشاپو. من بهتون در درجه اول سوزن مست رو پیشنهاد میکنم. اگر که میخواین یه قیمت متوسط و کوالیتی خوبی داشته باشه برای تمرین با ستون، هم میتونین باش کارهای مینیمال بدن بزنین، هم میتونین که روی پوست مصنوعی تمرین خیلی خوبی داشته باشین باش. قیمت مناسبی داره و اینکه حتما از فروشنده معتبر بخرین که اورجینالش رو بهتون بده، چون فیکش هم تو بازار هستش، خیلی زود کند میشن فیکاش. پیشنهاد بعدی من سوزن ایزد وی سلکت که هم برای کارهای بدن مناسبه، هم برای کارهای روی پوست مصنوعی که کلا اینا رنج قیمت متوسطی دارن. سوزن تیزیه و میتونین روی پوست مصنوعی یکی دو بار ازش استفاده بکنین، اتفاقی واسش نمیفته و کلا راضی کننده است.
نمونه بعدی توی رنج قیمتی متوسط سوزن ایزد رولوشنه که الان توی بازار خیلی کمه، ولی اگه پیدا کردیم بخرینش. خیلی فوکس خوبی داره و کار باش واقعا لذت بخشه. بچه سوزن امارتی هم مناسبه برای کار روی پوست مصنوعی و طبیعی توی قیمتی متوسط که من نداشتم بهتون نشون بدم. خب ما جلسه اول نیازی به کاغذ استنسیل نداریم، نیاز به خطکش داریم و شابلون، چون میخوایم لاین کار کنیم، دایره و مربع و مثلث کار کنیم. همیشه تتو آرتیست باید خطکش و شابلون داشته باشه. و میرسیم به اصل کاری، دستگاه تتو. من بهتون پیشنهاد میکنم که برای اوایل کارتون حتما از یه دستگاه تتو پن مثل این دستگاهی که دارین توی ویدیو میبینین استفاده بکنین، چون دستگاه پن خیلی لرزششون کمه و کار باهاشون راحت تره. اگر که استروک درستی داشته باشن، حالا من استروک رو بعداً واسهتون توضیح میدم، استروک بالایی اگه داشته باشن ریزش رنگم ندارن و کار باهاشون خیلی ساده تره. با روتاری هم خیلی خوبه کار زدن، ولی باید یه آرتیست حرفه‌ای باشی که بتونی لرزش روتاری رو کنترل بکنی و یه دستگاه پن صدا و لرزش خیلی کمی دارن. و اینکه دوستان برای اوایل کارتون لازم نیست حتما هزینه خیلی بالایی واسه دستگاه بکنین. با یه هزینه متوسط میتونین یه دستگاه برای شروع کارتون بگیرین. و میرسیم به عزیز دل من، پرینتر استنسیل عزیزم. و چون من چند سال بدون پرینتر استنسیل کار کردم، ولی خب بهتون پیشنهاد میکنم که از اول کارتون اگه شرایطشو دارین حتما بخرین. خیلی روی کوالیتی کارتون تاثیر داره و خیلی پروسه استنسیل کردن رو براتون ساده میکنه، زمان کارتون رو کم میکنه. این بود جلسه اول، حتما نظرتون رو بهم بگین. خدافظ.